восточным солнцем добрая душа. Ты судьбой играл в решку и орла. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. السلام علیکم دوستان، بیننده ها، تماشابینان شبکه شهناز. امروز ما در این ماه شریف رمضان در اولین روزهای فصل بهاران در طربخانه زیبای ششلیگوز برای تبریک کردن جشن زادروز اسماعیل امک آمدیم و همچنان همسرشان را در این روز فرصتی تبریک میگوییم. آیره خاله را از نام فرزندان، از نام عارفکه، ایراد آیتی، نگار آیتی، عزت اکا، کلین و نبیره ها میخواهیم این لحظه های خرسندی را نیز همراه شما عزیزان با هم بینیم. با ما باشید. با شبکه شهناز ما آغاز کردیم. نرمادن توی عاشق ترین دلدار برای راحتی روحم پسر داری. سلام ای دل، سلام ای نوری دیده، سلام بر مردم فرهنگ. السلام علیکم مهمانان این طرفخانه زیبای ششلیگوز و همه شمایان ماه شریف رمضان را مبارکباد میگوییم. صدقاً صمیمانه تبریک میگوییم. امروز باعث سرجمی و باعث تشریف ما به این طرفخانه برای تبریک کردن جشن زادروز پدر عزیز خاندان اسماعیل امک آمدیم. برایشان یک خرسک میزنیم و نزد دعوت میکنیم همراهی ماهی رخاله. مرحمت هر دو شما رو به نزد دعوت میکنیم. فرزندان عزیز مرحمت، عارفکه، ایرادایتی، نگارایتی، زدکه، کلین و نبیره ها میخواستیم به نزدشان شما رو دعوت کنیم. مرحمت. اسماعیل امک زادروز مبارک باشن. روز تولد را امروز مولود خجسته را برایتان مبارکباد میگویم. 120 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. من در اولین روزهای فصل بهاران امروز همراهی فرزندان صحبت کردیم. عارفکه، ایرادایتی، نگارایتی، زدکه زنگ زدن گفتن که پدر خاندان ما، قبلگاه ما، باغبان باغ ما امروز زادروز دارند. خدا کند که 120 ساله شوند و بعد از آن پیر شوند. همراهی مادر عزیز و مهربانی ما دم پیری به دولت پیری را دیده کردند. ما فرزندان را مهنت حلال کردند. لقمه حلال داده بابای رساندگیشان به هزار رحمت. ما تا هستی حیات خدمتشان را کنیم اگر اجرا کرده نمیتوانیم. یک برده از خوان و دسترخوان پدر نام خوردن به 1000 سالها خدمت پدر نام کردن برابر نمیشود است. اسماعیل امک روز خرسندی را مبارکباد میگوییم. از نام فرزندان عزیز برایتان میگوییم پدر تو کوهی بر آسمان، ما کوهپاره، تو قله بلندی و ما همچو پاره. بیرون شدن ز راه تو بر ما فلاکت است. تو مثل راه آهنی، ما چو قطاره. در فکر زندگی ما آب و ادا شدیم. تا ما شدیم به پا تو خود درد پا شدی. سر تا به پا پندی و دنیای حکمتی، به مثل بر بزرگی و فیض و سخاوتی. چون که ما میدهی تو آخرین ثمر، ای باغبانی عمر ما بر ما غنیمتی. خدا کند که اسماعیل امک همراهی با رخالم در این سین سال مبارک در این ماه‌های بزرگ زیارت عمره، زیارت حج اکبر نصیب کند. در آن خاندانی زیبا که مهنت حلال کرده برپا کرده حج آشی ها شود. از آن روز گوییم که حاجی بابا، حاجیانه عمره مبارک، زیارت حج اکبر مبارک باشد. خدا شما را تبریک کردن نصیب کند. با چنین نیت ها از نام فرزندان عزیز در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن کریم است پیشکشی هم پدر و هم مادر میکنیم. مرحمت، زادروز مبارک باشد.
Oyra xola, imroza bayram barayaton muborak boshan. Chand sol shud to ishlaga o'toldi? 41 solagi to'y. Bobayning 41 solda Ismoilabad chand bor gul padarik qildi, rostcha gul padarik. 41 bor. Har sol ro'ziz yo 80 mart. 80 mart va امروز boshqa davom an'ana davom etadi. Shaxsan az nomi Ismoilabad xudashon taqdim etaman. برای مایرا خالا گلدسته‌های تر و تازه و زیبا را انتخاب کردیم، تقدیم می‌کنیم. مرحبا. زادروز مبارک. البته هر روز خورسندی با شیرینی ها شیرین تر می شود. میخواستیم یک جای شیرینی را همراه شما بریم. بعد از آن سخنهای تبریکاتی را از نزدیکان شنویم و دعوت را برعکس بازی دهیم. مرحبا، شیرینی را نزدیکتر می‌بریم. زادروز مبارک باشد. مرحبا. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на массе, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли глаза сжигать. Oyra xola imroz tabrik qildi. Men ham Ismoilabadda. Yaxshiligini tabrik qilyapman. Dojte ma to. الهی همیشه دیوار شخصی شده اجال اپلا و جمعه و جامعه شده دستگاه ما همیشه صاف سلامت کرده دماغ همیشه چاپ شده ترجیح بیجا هر نداریم سر تو شده زورخواد. نبره ها تبریک میکنن می؟ جان صدا دوره نشونم صدا دوره جردو حجر الهی سلامت باشن. تشکر. اکنون باشن میخواستیم تشکر گویم برای ماموریت طرفخانه ششلیگوز برای مهمانان اشتباه های تا مرحمت کردید باشن. حجرویان دیوشوندن به نصیب سلامت باشن. تشکر می‌گویم. البته Oyra xola یک جفت سرود مانم یک جای رقص خورسندی کنید همراه همه مهمانان ماهی شریفی رمضان
تمام بیرم است در تمام مسلمانان. میخواستیم با یک کیفیت خوش و رقص امروز بازم را دوام کنیم. بعد از آن باشد نوبت را بررسیگیری میدهیم. لحظه‌های بهترین را البته به تعریف بزرگ میسازیم. مرحمت صورت‌های رقصی برای همه مهمانان خواهشمندان باشد، البته برامون رقص نشان ممکن است. مرحمت.
اینک عزیزان در این روز خورسندی در طرفخانه ششنی روز اسماعیل امک را در روز خورسندی سالروزشان تبریک کرده این لحظه های بهترین را همراه شمایان و هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنا سلامت باشید.